رهبر اسلامی ولایت اللهی. با درود خدمت رهبر عزیزم. من از شما ممنونم از اینکه تو دهن داعش زدید و اسرائیل جهانخوار رو به سزای اعمالش رسوندید، چرا که همه این مسائل زیر سر اسرائیل و امریکاست. ما ملت ایران از رهبر انقلاب واقعا نهایت سپاسگزاری رو داریم. رهبر عزیزم، سال هاست، تقریبا 3-4 ساله که من حقیر علاقه‌مندم شما رو از نزدیک زیارت کنم، اما متاسفانه نمیتونم و دسترسی به شما مقداری سخت هست. لذا خواهشمندم از تمام کسانی که در بیت رهبری فعالیت میکنن به من این مساعدت رو و این کمک رو بکنند که من بتونم رهبر عزیزم رو از نزدیک زیارت کنم. به هر حال عمر ماها محدوده، چه بسا من تا چند سال دیگه بیشتر نباشم و این افتخار و این ارمغان رو از دست بدم. رهبر عزیزم، من برای شما حاضرم هر کاری رو انجام بدم. شما امید ملت ایران هستید و ما همه ملت ایران از شمال تا جنوب برای شما و برای ایران و برای اسلام حاضریم بجنگیم، به امید دیدار نزدیک و رو در رو با شما. مرسی.